در داخل کشورم در همین 2-3 سال اخیر بعد انتخابات پارلمانی شب و روز در تلویزیون و رادیو باز هم حادثه جنگ از نام ماندن گرفتن. ذهن مردم باز هم خلالدار کرده، ذهن مردم باز ساختن ضد دین و دینداران. شب نبود که یک برنامه تلویزیونی علیه نهضت یا یک داملو نشان ندن فلان. حتی می آوردن اعضای حزب نهضت در پیش کامera تلویزیون میموندن در وقت اخبار که مردم هم باید اخبار تماشا کنن. یا اعضای حزب نهضت می اومد و بیانات میداد که من فلانی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیرون رفتم. خب سوال با وجود میاد، خب یک آدم میاد اعضای حزب نهضت میشه، یک کسی دیگر میرود، چرا این رو باید تلویزیون دولتی نشون دهد هر بگه؟ چرا که در سالهای اول از گزارش پختچینی بود که فلان ناحیه اینقدر پخته سپارید فلانش نسپارید، حاضر جای همون اعضای حزب نهضت گرفتن. در فلان ناحیه اینقدر از حزب نهضت رفت، جای یکم به ناحیه فلانی. این واقعیت است.